خب دوستان عزیز، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. پیش از وقفه همراه شکریه جان گپ زدیم راجع به عید که البته حالا باید یک کم صحبت هم کنیم و در پلیس صحبت های خود چای هم بخوریم، به خاطر از اینکه شکریه جان خسته نشه. خواهد بگوی یاسمین جان خودت منو در پروگرام دعوت کردی و بر من یک پیاله چای اصلا ندادی، چون روز عید روزی است که هر کس رخصتی داره در خانه خود است و یگانه کسی که زیاد زحمت کش است، زحمت بکشه در این چینل افغان تیوی عدنان شاست که اونها مرا باید خواستن که به خاطر افغانای خود ما باید به خدمتشان حاضر باشم و همراه همگی تبریکی ایدم برشان بتم و راستی واقعا که زیاد زحمت میکشه و از طرف عدنان شاه هم برای همگی افغانایی که در پشت اسکرین میبینن عید تبریک میگم و از طرف پوره تیم افغان برای کلگی شما عید تبریک میگم به نمایندگی از اونا به حساب. خب شکریه جان، شما در وقتی که روز عید میشه شاپینگ خریداری افغانا چه رقم میباشن؟ حتما دیگه بعد از 20 روز پیش میرن خریداری و گپای خدا میکنن. بلا کابل میگی یا اسلام آباد؟ نه خیلی افغانستان هم میگم. افغانستان یقین که لباس های رنگارنگ و بهترین جمپر دامنای بسیار مقبول و جمپر دامنایی که بسیار از ترکیه حالا فعلا آمده بسیار زیاد اوج خانم ها زیاد از در بازارها در مارکت ها دیگه سرمی هر مارکت ها میده از دیگه که خود زیادتر باور کو شکریه جان، ما در روز خصوصا که گرمی باشه در موسم گرمی من هیچ اصلا نمیتونم که یک چیز گرنگ پوشیده نمیتونم، ورنه ما لباس های بسیار مقبول کلان تیار کردیم لیکن اون ما برداشته نمیتونم به خاطر از اینکه من به نظر خود بسیار خرد چوچگک معلوم میشم. اگه او را بپوشم خب بخید او پات میشم و مجبور شدم که یک لباس ساده ای بپوشم که مرا باید گرمی نکنه، چون گرمی بسیار است من برداشت گرمی کردن نمیتونم. اینا بعض وقتا دوستا راستی واقعا که وقتی که در افغانستان مردمایی که هستن میرن بسیاری کسایشان، بعضی کسای هستن که جمپر دامن میپوشن، بعضی کسایشان هستن که پیرنای گردامن هم میپوشن. بخیالم همونطور اصلی بعضی کسا لباسای کوچی میپوشن مثل شکریه جان واره. خب تشکر، سلامت باشی. لباس های خود هم مقبول است یاسمین جان. از لباس ها گفتین خانما حالا چون گرمی و دمون کابل هم زیاد است ما خواهم اینجا قدر یک عمره رکتیر کردیم اینجا به حساب پاکستانی ها لون میگن نمی کارتن میگه پا دیگه من اصلا کارتن خوش ندارم، اصلا نمیپوشم. خودت میپوشی؟ چرا من هم لباس پاکستانی میپوشم چون مجبور بودم که من در پوشیدن من بسیار ضروری هم بود که میپوشیدم، اما ما هر دو لباس پیرنای تو مانای پنجابی به حساب چون کابل هم زیاد گرمی است. امرای هم شیرینک که یک دو روز پیش به تماس شدم، اونا تقریبا یک 2 هفته میشه و هم زندگی میکنن در این پاکستان. اونا گفتن که بسیار زیاد هوا گرم است، امرای توش بینید که حالا بسیار دور نریدی دیگه چون افغانستان دیگه نمیشه. در افغانستان اول نسبت به پاکستان قدر زیادتر گرم نمی باشه به نظر من. حالا در 2 روز پیش که امرای فامیل که به تماس بودم اونا گفتن از خاطر موسم پرسان. چی گفتن از خاطر موسم؟ چه رقم هوای؟ یاسمین جان گفتم که چون که من آمدنی هستم چطور از گفتم با هوای کابل گفت از طرف شب و یک کمکی هوا گفت خوب است، منتها از طرف روز گرمی است. والا شکایت گرمی هم کردن اونا. نه راستی واقعا در اینجا خب بعض مردم ها هستن که در وقتی که زیاد گرمی میشه خصوصا در عید که مثلا یک دو تا میمان هم اگر بیای خانه گرم میشه تا بیچاره میمان ها گریزان میشن میرن که گرمی زیاد است ما شیشته نمیتونیم. اگر ایسی باشه خب انسان همگی کسا میشینن کامفتیبل میشینن و اگر گرمی باشه دیگه باز در افغانستان رقم نیست که اگر گرمی باشه هر رقم باشه کلگی دور هم میشینن. امون لحظات باور کو که یا بسیار اون لحظات فراموش نشدنی نیست که همگی دوستا دور هم میشینن، فامیلا میشینن. باز کسی هستن که شب و چاشت باشن یا پیش از عید یک روز دو روز به عید بانخانی مثلا پدرای خود برن. خب بس خصوص خانمایی که عروسی شدگی هستن با طفلای خود امرای شوهرها یک پروگرام میگیرن که هر دو فامیلا باید است که دیدن شوه از اونا و زیادتر روز اول دومی همین سیومی میرن برای یک شو. شکریه جان با اجازه من خود چای میخورم چون روز عید است ما باید یک گلاس چای بخوریم. بر شما هم چای آوردن اگر چای نوشیدن میکنین؟ چرا نی؟ خب
دیگه میرن باز برای یک شب برای زیادتر نمیمانی شده دیگه میگم یک شب برتون بس است باز بعد از یک شب پس همون میمانداری و نمو همین گپ بود. خب اکثرا در افغانستان در مردمای اطراف که هست در بین از اونا چی رقم یک رسم رواج می باشه که مثلا از شهر خود کابل از دورتر مثلا پغمال شد، مثلا بعض جایهای دیگه که در اطراف مردمای ما قرار داره اون مردم چه رقم میده خدا تیر میکنه بعضی که فرق میکنه امی رسم رواج و گپای مردم کابل تا مردم اطراف فرق میکنه. راست میگین یاسمین جان، من پیشترم یک کمک یادآور شدم از سمت شمال چون من قدر زیاد دیگه چی میگن در زیاد معلومات ندارم دقیق، اما دقیقی که نظر به وقتی که پیر کردیم شنیدیم از بزرگا بعضی از مردمای خود افغانای ما هست که من در پشاور دیدم وقتی که من در پشاور بودم چون فامیل من در پشاور زندگی میکرد من میرفتم اونجا و یک چیزی رو دیدم یاسمین جان که برای من بسیار جالب بود. افغانای خود ما در یک رسم داشتن که در روز عید نمیفهم که از کدام مردم بودن منتها از همین مردم پشتون خود ما بود که از فکر کنم که از قبایل خود ما و شما مردم قبایل افغانستان گفتم میشه دیگه. اونا یک چیزی رو که من دیدم با وجودی که دو خانم داره خانمش ازش روی میگیره روز عید از شوهر خود یقین کنین که اینی بر من بسیار زیاد جالب بود چون من خورد بودم نمیفهمیدم میگفتم که چرا تر چادرش پایین است باز مادرم میگفت که چه باش شاید دوستا اگر من از طریق تلویزیون میبینن گرچه که دختر خودش دختر کابل منتها شوهرش نمیفهم که از کجا بود منتها یک جایی بود که نامش از یعنی شوهر خانم از شوهر خود میگیره. اون رو من در روزی تو نمون رو دیدم که برای من بسیار زیاد جالب بود که یک ایران مانده بودم که چی رقم حال هستم تا خورد بودم اما با ذهنم بود که دیگه از نه شکریه جان از بعض مردمای ما هستن که اونا حتی از ایوارای خود از خوشوی خودان روی خودان پات میکنن به خاطر از اینکه یک طبقه مردم افغانستان است مردمای جوجی است و خیال ما قسم فکر میکنم اونم مردم ها باشه چون دختر از کابل بود و در یک فامیل بسیار خوب شاید اگر تصادفاً که مرا ببینه در هر جایی که باشه گپ ما باشه یادش میاد شاید خندهشون بگیره منتها برای من بسیار زیاد جالب بود که در روز عید و شاید بدون از ایدم از شما چه رقم روی خدا پادکست بگو والا دیگه تختم چیزی نمیتونم کنم مثلا چادرش در پیشوریش بود دیگه از زمین قسمت چادرش پایین دیگه تمام لباسهایش رست معلوم میشد. من گفتم چرا گفتم این دیگه همه از تیر میشه یعنی خانم چرا چی علت است که چادرش پایین است پاکالگی از خود است چون من خورد بودم بازم اونجا مادر ماستایی که گفت چه باشه دختر دیگه با گپ نزن باز برات میگم دیگه بازم خورد ترکی بود دیگه ما دیگه پس فکرم رفته منتها هم یک اناناتی که در روز عید از انانات گفتین از مردم افغان ما اینا میره دیدم دیگه برای من بسیار زیاد جالب بود. لباسایشان چه رقم هستن که از مردمایی که از خانمایی که در اطراف زندگی میکنن چه رقم لباس همین لباس به حساب حالا خب مود شده دیگه سابقا چی میگن به چیندار گگری میگن یا همین لباسهای بخیالم که لباسهای چیندار کوچی میگن دامنگرد و اگه به حساب ما شما کمرچین کمرچین بسیار زیاد کسی که میبینه لیکن بسیار لباس مقبول است یقینا من به هر لباس افغان خود احترام دارم چون لباس های ما بسیار با سطر است اگرچه که بعضی مردم فکر میکنه که لباس های خود مردمش حتی احترام نداریم یک خود علای دست یاسمین جانتن اگر احترام نمی داشتم امروز من از خاطر مردم خود و از خاطر همین افغانای خود امروز من در صحنه تلویزیون میفهم. شکریه جان تشکر از اینکه آمدی و وقت خود بر ما دادی تا که از طریق تلویزیون افغان دوستا شکریه جان میگه از خاطر افغانای خود ما آمدیم. از 100% مطمئن هستم که انشالله در پروگرام های دیگه ما شاید تشریف بیارن و همراه ما بشونن. البته از شکریه جان یعنی خسته شدی؟ میری خسته خانه شدم. چی احساس میکنی امیاله در پروگرام ما آمدی ششتی همراه ما صحبت میکنی احساست چی است؟ اما چیزی که هست
خیر مذاق نکن برام مذاق نمیکنم. از دوستای عزیز بعضی اوقات کسایی است که به روی حد تعریف میکنن و در پشت چیز دیگه هستن و یقین که من و یاسمین جان بسیار زیاد احترام دارم و دوم که یک زن بسیار با شجاعت، یک زن بسیار دلیر و یک زن بسیار کاکه دیگه. خانه کاکگیش شما خودتان میبینید. شوپیا جان تعریف من نکن، ما به تعریف خود نگفتیم و میخوایم که برات بگویم که آیا چی احساس میکنی وقتی که امیال صحبت میکنی در دوران صحبت یاسمین جان تن خوب گفتی، از احساسم گفتی. فعلا من همراه خودت و تماس هستم درست و از پیش شما سوال جواب میکنین که دوستای عزیز دیگه طبعا دیگه خواهی پیشویی مثلا دیگه یک احساس بسیار خوشی میکنی. یقینا که بسیار خوب راحت هستم. احساس ترس خو از من نمیکنی؟ نه ترس ندارم، احترام دارم. درست دیگه بهترین حال است وقتی که خود انسان خودش خوب باشه همه خوب است و ما واقعیتش دوستای عزیز پروگرام های افغان تیوی رو چطور یگان دفعه میبینی یا خیر؟ والا اگر راست بگویی نه نمیبینی؟ چرا نمیبینی؟ خب به خاطر از اینکه هیچ همونطور وقت پیدا نیست دیگه. برای تلویزیون وقت ندارم دیگه. واقعیتش بگویم اینقدر نمیفهمم. چرا برای خودت معلوم است که مردم بسیار دلچسپی سعی میکنن یا خیر؟ یقینا من کدام پروگرام‌های زیادتر خوبتر است؟ والا دیگه پروگرام هیچ پروگرام همی افغان تیوی را ندیدیم نمیفهمم. بعض اوقات یگان دفعه که تصادفی میبینم بسیار پروگرام خوب دیدنی است که افغانای ما ازش لذت میبرن و امید است که همینقدر تایمی که امروز ما شما دوستا ما را از طریق تلویزیون میبینین خسته نشده باشین دیگه. خوش داریم که افغانای ما در هر جایی که است واقعا که افغانای خود ما که چون خصوص که ما فارسی گپ میزنیم، من خودم هم یک احساس دارم که یک چینلی که باشه که اونا فارسی گپ میزنن و بسیار خوش میباشم. تمام کار خدا اعلام میکنم، سعی میکنم ببینیم که اونا چی میگن. دوستان عزیز البته ایره ما باید شکرگزاری از طرف افغان تیوی بکشم که اونا برای ما این زمینه را مساعد ساختن که ما اومدیم شیشته ما صحبت میکنیم همراه شما و ما را شما میبینین. چون البته وقت نداشتیم، چون بعضی کسای از کارمندای ما که از کلشان برای تفریح کردن عید رفتن و اونا کم بودن، همراه ما یک جای نبودن چون نفر ما تعداد ما کم بود. نتونستیم که پیش ببریم پروگرام لایو و که از طریق لایو برای شما پروگرام جور کنیم. من خواستم دوستای عزیز که مثل که شوپیا جان گفتن که برای تمام کسایی که از افغانستان هستن و میخواین که ما را دستگیرین ببینن که روز عید است، بر شما تبریک عید میگیم. اینمی قسم کسایی که افغانایی که هستن ما را سایل میکنن و میبینن، ما ایره راستی واقعا از ته دل میگم که اونا بسیار خوش میباشن و احساس خوشی میکنن. کسایی که راستی قرار گفته شوپیا جان که بیشتر شوپیا جان گفت که ما وقتی که یک کسی که از افغان ما صحبت میکنه در پشت چینل میبینم میگم باش که من ببینم که از کدام چینل و از طریق چی و کی است که صحبت میکنه. همین قسم من متيقن هستم که همگی شما پروگرام ما را به دلچسبی سعی میکنین و میفهمم شوپیا جان. خب شوپیا جان خودت در اینجا چقدر وقت میشه که هستی؟ پاکستان بله بله. خب یاسمین جان پیشترم براتون یادآور شدم که پاکستان از دوران طالبان ما آمده و بعد از اون دیگه رفت آمده بود. همین که همینجا فامیل چی میگن آرسی کردن، همینجا فامیلای ما بودن، همینجا بودن و حالا هیچ کدامشون نیستن. فعلا یک دو سه فامیل است از جمله دوستا یادآور شدم. آیا در دیگه جایم عید است یا نه؟ مردمایی که در پشاور هستن اونا عید خود چه رقم تیر میکنه و در کجا میره؟ از افغانا از مجموعاً گفتیم که مجموعاً اونا عید خود چه رقم سپری میکنه، فامیلا کجا میرن، کسایی که در پشاور زندگی میکنه، کسایی که در اسلام آباد زندگی میکنه اونا را خب میفهمیم که خانه دوستا میره، هر کدامشون دوستایشان هستن میرن. کسایی که در اوج هستن برای تفریح زیادتر مردم ها از اینجا کجا میرن؟ والا به نظر این خود زیادتر کجا سپری میکنن؟ به نظر من مردمایی که در پشاور هستن اونا زیادتر اگر دوستایشان طرف امی اسلام آباد است یا از اسلام آباد جای دیگه می باشه، لاهور، کراچی، هر طرفی که می باشه اونا به خاطر عید میرن چون رخصتی هسته. کجا میرن؟
اگر یاسمین جان از پشاور تا اسلام آباد خب قدر را نیست، زیادتر مردم های پشتون که در اسلام آباد که بهترین جایا داره، خب و خودتان خوبتر بهتر معلوم است، زیادتر مردم میاین طرف مری میاین، طرف نتیه گلی میاین، طرف منال میاین. اونجا چرا میرن؟ یعنی مردم های پشتو زبان که هستن از طرف پشاور اینجا زیادتر کارشان مری چرا میرن؟ صرف به خاطر آب و هوای سردش میرن یا به خاطر اینجای کردن عید خدا اونجا میرن؟ خب اونا یک تیر شکار میکنن دیگه. خب هم بر تفریح هم بر تفریح میرن، هم برای من تا زیادتر مردم های پشتون خانمایشان در خانه می باشه که ما بسیار زیاد دمی قدر خوشم نمیایه، چون اگر تفریح و سیاحت همیشه بدون از دوستا همراه دوستا یکی دیگه خو میبینن. بعض مردم ها که هستن بسیار متعصب هستن، خصوصا مردا که میگن خود ما بریم تفریح کنیم کلگی را ببینیم خانما را در خانه بشانیم. یقینا مردم های چون از شما از پشاور گفتین، امی مردم پشتو زمان های ما چی افغانای خود ما باشه چی مردم های امی پاکستانی باشه، اینا زیادتر خانمای خدا در خانه میمانن و خودشان به تفریحگاه ها بسیار زیاد خدا وقت خدا نخشتی میکنن که به نظر من دیگه نه موضوع مجموعا نیستن شکریه جان، به خاطر از اینکه دوستا ببینه بعضی کسایی که قسم میکنن خفه نشن، بعضی وقتا باز تایم میتن بیچاره برای خانم‌های خود. اون چیزی که تایم یعنی که باید از برای یک فامیل داده شده به نظر برای فامیل تایم اونقدر داده نمیشه. در فامیل بیشتر از همه چیز است و احترام نیست. خب منتها زیادتر مردم پشتون ما امی سیر و تفریح گپار امرای در افغانستان پشتو زبان داریم. اونا چی میکنن درباره از چند کلمه صحبت کنیم؟ در افغانستان زیادتر شعور هم دیگه نیست. زیادتر پشتو زبانای ما زبانای ما یقینا چطوری که متاسف هستن که به خصوص یک خانم که میبینن چی در صفحه تلویزیون بیایه و چی یک کار کنه او را بسیار بر از اونها یک نظر خوب نمیبینه. چرا به نظر خوب نمیبینه؟ بنال فرق میکنه مفکورای یاسمین جان. یگانه چیزی که فرق داره تحصیل. همین خود تحصیل. حالا فکر کنین شما که در بعضی از یک کلمه گپ دیگه هم از شکریه جان گپ میزنید بسیار عفو میخوایم. امی بعضی جایایی که از تحصیل هم ضرورت نیست. تجربه بهترین چیز است بر انسان. وقتی که یک انسان تحصیل نمی داشته باشه، بسیار زیاد تجربه می داشته باشه در زندگی، در فامیل، در همه چیز. لیکن اون مکتب نخونده، درس نخونده، لیکن میفهمه همه چیز. میفهمه. اینطور است که این واقعا همین گپ همینطور است. اگر از نگاه تجربه بگویی، اولین تجربه کار در زندگی خودم هم هستم که دوستا شاید من از طریق تلویزیون شاید بگه که والای چی رقم درباره خود زیاد گفتگو میکنم که من واقعا یاسمین جان که تجربه سری چیزهای خود ما از همین زندگی خود از تجربه خود گرفتیم. اگر در وقت طالبا بود ما آمدیم دیگه صنف 12 رو چی میگن؟ نیم کلم خلاص نکردیم. بعد از او آمدیم عروسی شد، اولادا پیدا شد، اما دیگه باقی زندگی ما با تجربه دیر کردیم که یقینا که تجربه خودش یک بله تجربه بهترین چیز است نسبت به اینکه درست از تعلیم بسیار کار میاد بر انسان. وقتی که انسانی که تعلیم یافته می باشه او از هر نگاه پرفکت می باشه و همه چیز میفهمه. وقتی که انسان تجربه تحصیل می داشته باشه او هم زیادتر میفهمه. تو تجربه هم بسیار مهم است. تجربه هم ببخشید دوستان عزیز، امروز شکریه جان صحبت کردم، دیدیم که شکریه جان چی گفت. ما راستی واقعا امروز یک کلمه گپ دیگه هم است که در روز عید بعضی حادثات رخ میشه که حادثات می باشه که اصلا این خبرهای دلخراش می باشه که انسان نمیتونه که برداشت کنه. او با این حساب است که در ماه رمضان بسیاری از برادرای ما به خیالم فوت کرده در اکسیدنت موتر در بعض چیزا. آیا در خانه از او بیچاره چه رقمی تیر شده باشه؟ یاسمین جان درباره حادثات گفتی چون برنامه قسمی است که ما باید از سر هر موضوع باید از گفتگو کنیم و همین موضوع برنامه ما هم چون سر عید بود و ما یک راستی که یک واقع بسیار حلمناک یا واقع بسیار خشمگین، واقع بسیار که هیچ بهار نمیآید که دو روز پیش
از ماه مبارک رمضان گذشته بود که روز چهارشنبه بود، یک انفجار بسیار خطرناکی که در کابل رخ داد. چقدر فامیلا، چقدر طفلا، چقدر خانم‌ها، یعنی همین فعلا ما همینجا هستیم، بعضی از فامیلای افغان ما هست که در سوگ هستن. ما از طرف خود و از طرف یاسمین جان که بر تمام از فامیلای افغانای ما که در او حادثه المناکه که بسیار راستی که ما بر هیچ بیان کردنشان بر ما بسیار مشکل است، اما احساس داریم چون افغان خود ما بودن همه‌شان، برای تمام فامیلای از دل برشان تسلیت عرض میکنم، خداوند مغفرتشان کنه. اونا همشان شهید هستند، چرا که روزه بدان مسلمان سر یک مسلمانی رقم نمیکنه واقعا که نه بدون از این که در اونجا شده در اینمی جام در استانبول هم بعضی کسایی هستن که در ماه مبارک رمضان از حساب اکسیدنت توی گپاک شده، ایدشان سرشان تلخ دیر شده بیچاره را در خانهشان ماتم. ما از طرف خود هم بر کسایی که ایدشان صحیح سرشان تیر نشده و اید تلخ را تیر کردن، از طرف خود هم برای همگیشان تسلیت میگم و خداوند تعالی اونا را صبر بده. خوب شکریه جان، گپای ما بسیار زیاد شد چون دوستا خسته نشده باشه از حرفای ما. قراره که ما خود دمی آخر پروگرام بسیار جدی نشدیم، جدی شدیم زیادتر. البته کلگی دوستا خسته نشن، میخوایم که یک خاطری بسیار جالبه که در زندگی یا مخاطره جالبه که سر تیر شده امور بر دوستا بگویی تا که دوستا هم بخندن و هم یک کم ذهنشان تبدیل شود. یقینا دوستا تو خب زندگی پر از خاطر است و بعضی خاطرایی می باشه که خاص می باشه. از جمله چند خاطرای خاصه که من دارم و تو اگه بگم 5 6 تا وقت برنامه‌ام کم است، از نه خنده‌دارش براتون میگم. ما نه پاکستان آمدیم، در سالهای اول براتون میگم که در شهر اتک که شاید دوستا شنیده باشن که یکی از دریای اتک، یکی است که از اتک یک تقریبا نیم ساعت پیش یک جای هست به نام اتک سیتی که او وقت دیگه ریکشا نبود، کل مردم در گادی میشیش. ما باید بسیار هم جدی بشینیم گوش کنم در پایته که چی میگی. خب دیگه بسیار خود چون شما یاسمین جان از خاطر جالبم گفتین. خب بله. دیگه این خاطر جالب خودم هیچ وقت فراموش نمیکنم که وقتی که در گادی شیشتیم برای اولین بار ایران مانده بودیم که یک نام خدا 2 فامیل بودیم. در یک گادی 2 فامیل بودیم، ایران مانده بودیم. در آخر کل شیشت من ماندم اما تا دیگه من صدا کردم گفتم خیلی بر من جای نیست، گفتم خیلی شما میشیری، من گفتم خیلی خودت گوشه‌ش رو پیش شیشه هم میشینم. این خاطر جالب ما بود که بسیار دیگه خودت پیش شیشه شیشتی. البته خود شیشه نداشت به حساب هم یک تنز اون دقیقه گفتم چون بر من جای نماند دیگه. گفتم شما کمک اون طرف شین که پیش شیشه هم میشینم. کلا ایران مونده پیش شیشه در کجا گفتم اینمی که همین تاجیر میگن چی میگن سر پال که سر گادی بوده، همون یک برای حساب همون چوبکایی که استارت میشه دست درازی امور شیشه فکر کردم گفتم دیگه جای خانه ماده. شما باور کنین دوستا که خاص میگه. دوستای عزیز شکریه، یکم خواست که می زیرتان چینج کنن. البته که 2 فامیل سر یک است. 2 فامیل ببینید دوستای جالبش ایسته که میگه 2 فامیل سر یک اسب شیشته بودن و اون بیچاره جانور بیچاره که میگه از دانش قفا سر میکرد و اون میرفت. خب به هر صورت دوستای عزیز خدا کنه که از پروگرام ما خسته نشده باشین و ایدتان خوش گذشته باشه. من بسیار خوش هستم، من بسیار احساس خوشی میکنم کسایی که مرا میبینه و ایدشان تیر میشه به خوبی و خوشی از طرف خود و از طرف شکریه جان. برای همگی شما بار دوم و از طرف تمام تیم افغان تیوی عید تبریک گفته و خداوند تعالی مسپارم شما را همگیتان خوش و موفق باشید.